واکنش رهبران هزاره در مورد حمله‌های اخیر بر هزاره‌ها. محقق گفته است که طالبان برای پنهان کردن نسل کشی هزاره‌ها پس از انفجار بر آموزشگاه کاج تا اکنون 3 بار انفجار ساختگی و بدون تلفات راه انداختند. ادعای نقض حقوق بشر توسط طالبان، کارمندان یونما به پنجشیر رفتند. تلاش برای جلوگیری دسترسی طالبان به کمک‌های میلیون‌ها دلار در یک سال گذشته برای افغانستان. سازمان ملل میگوید بیش از 1 میلیارد دلار کمکش به افغانستان به دست طالبان نرسیده است. و ترامپ در شکایت علیه CNN خواستار پرداخت 475 میلیون دلار غرامت شد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفته است که طالبان برای پنهان کردن نسل کشی هزارها پس از انفجار بر آموزشگاه کاج تا اکنون 3 بار انفجار ساختگی و بدون تلفات راه انداختند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان امروز سه‌شنبه 12 میزان در برگه فیسبوکش این حمله را فاجعه بار خوانده و گفته است که این حمله چهره واقعی طالبان را به مردم و جهان نشان داده است. نامبرده افزوده است فاجعه آموزشگاه کاج به حد چهره واقعی طالبان را برملا کرد که تا هنوز 3 بار در کابل انفجار ساختگی راه انداختند تا نسل کشی هزارها را پنهان کنند، اما موفق به فریب جهان نشدند. آقای محقق طالبان را متهم به بدرفتاری با خانواده‌های قربانیان حمله اخیر در غرب کابل کرد و تاکید کرده است که طالبان آنان را لطوکوب و از دادن خون به زخمیانشان منع کردند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان طالبان را در نقش داشتن در انفجار مرکز آموزشی کاج متهم کرده است و با ابراز گلایه از طالبان گفته است شهدای این حمله را قربانی گفتند. از سوی هم محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی از سازمان ملل خواستار توجه و دادخواهی مردم برای توقف نسل کشی هزارها شده است. رهبر حزب وحدت همچنین گفته است که جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل در این روی کرد و از این گفتمانی که جامعه هزاره برای انداخته است حمایت کرده و با دادخواهی آنان برای توقف نسل کشی توجه کنند. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان میگوید که تیم‌های سیاسی و حقوق بشر این دفتر به ولایت پنجشیر سفر کردند. به گفته یونما هدف از سفر این تیم‌ها بررسی ادعای نقض حقوق بشر در پنجشیر است. یونما امروز سه‌شنبه 12 میزان در توییت گفته است که کارمندان سازمان ملل با مقام‌های طالبان در پنجشیر ملاقات کردند. این دفتر گفته است که پاسخگویی و حفاظت از حقوق همه افغان‌ها کلید صلح است. این دربار معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر از اقدام یونما استقبال کرده و گفته است که برای بررسی موارد نقض حقوق ادعا شده و بروزرسانی‌های عمومی درباره این تلاش‌ها خوب است. طالبان در پنجشیر متهم به نقض گسترده حقوق بشر در این ولایت شده‌اند. این گروه متهم است که غیر نظامیان را به اتهام داشتن ارتباطات با جبهه مقاومت بازداشت، شکنجه و به قتل رساندند. همچنین طالبان متهم به تیرباران اسیران جبهه مقاومت در پنجشیر نیزند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل اعلام کرده است که این سازمان در یک سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال کرده است. یونما میگوید که این پول در اختیار بانک مرکزی و طالبان قرار نگرفته است، بلکه به بانک‌های خصوصی ارسال شده است. روز گذشته بانک مرکزی طالبان اعلام کرد که کمک 40 میلیون دلاری سازمان ملل را دریافت کرده است که در بانک‌های خصوصی تحویل داده شده است. بانک مرکزی طالبان هر هفته از دریافت کمک 40 میلیون دلاری جامعه جهانی خبر می‌دهد، اما یونما گفته این پولها در اختیار طالبان قرار نگرفته است. پیش از این بارها نهادهای بین المللی ابراز نگرانی کردند که کمک‌های جهانی نباید در اختیار طالبان قرار بگیرد. با سقوط حکومت پیشین افغانستان با بحران شدید اقتصادی روبرو شده است و بیش از 90% مردم زیر خط فقر قرار دارند. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا علیه شبکه CNN شکایت درج کرده و خواستار پرداخت 475 میلیون دلار غرامت شده است. اسوسییتد پرس گزارش داده که دونالد ترامپ شکایت خود را روز دوشنبه 3 اکتبر در یک دادگاه منطقه‌ای در ایالت فلوریدا ثبت کرده است. ترامپ ادعا دارد که شبکه CNN او را بدنام کرده است. به گفته او عبارت دروغ بزرگ با مفهوم نازی از زبان او از سال 2021 تا حالا 7700 بار در CNN مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه CNN گفته است که هیچ اظهار نظر در مورد این شکایت دونالد ترامپ ندارد. گفتنی است که دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوریش بارها بر CNN حمله ور شده و اتهامات را به این شبکه وارد کرده است.